الان ما اومدیم با معرفی بهترین تکتیر همراه با چیدمان گیم پلی. بهترین تکتیر فعلا تو این دسته تکتیرها اسپیه که مشاهده میکنید، میذاریمش، چیدمانش میشینیم، دوربین شروع میکنیم، خشاب، اینترنت هم یه ذره ضعیفه. خب با هم میریم. گیم پلیشو براتون میذارم الان. به چه زمینی اومد مخصوص اسنایپ و تکتیر. بهترین اسنایپ هم براتون میذاریم، حالا چیدمانشو ویدیوهای جدیدم براتون میذاریم. اسنایپ گان M4 شما معمولا 2 انگشته بازی میکنید یا 4 انگشته؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. قشنگ میشه با این ازش به عنوان اسنایپ هم استفاده کرد. تو تک به تک ها میتونید استفاده کنید. و تمام. همونطور که ملاحظه کردید با این گان میشه نفر اول شد و همه رنده کرد. گان فوق‌العاده خوبیه، بهترین هم از تو دسته خودش. کاملا پیشنهاد میکنم بذارید تو ویدیوهای بعدیمون هم دنبال کنید و دیگه همین. خداحافظ، شما منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید.